اینجا مسجد بلوچای آبادان، مسجد سنیایی که اون گلدسته یا همون مناره رو در بالا میبینید که نقش هلالی اون بالاش بسیار ارزشمنده. پنجره به صورت سنتوری، تزیینات رو در معماری ارزشمند میتونیم ببینیم در این منطقه بی‌نظیره. حالا با همدیگه میریم داخل. مسجد بلوچایی که در اینجا میتونیم ببینید گلدسته چند ضلعی در اینجاست و اون بالا هم مسجد بلوچا رو ذکر شده. این قسمت هم قسمت سرویس پزشکی، قسمت وضوخونه‌شه. این فضای اصلی. اینجا مسجد بلوچان، این مسجد بسیار قشنگیه که اگه نگاه کنیم اینجا سکوهاشه. اینجا فضا داخلیشه. ما قسمت زنونن، این قسمت مردونن. قسمت زنونه. اینجا قسمت مسجد بلوچای آبادانه، بسیار زیباست. من هم ایمان اسبرقم این گزارش براتون تهیه میکنم، ان شاءالله که موفق باشید. فضای بسیار قشنگ. محرابش هم سبک طاق‌نماش شبیه محراب مسجد رنگونی هاست. نوع فرم قوسش، طاق‌نمایی که کار شده در اینجا و پنجره‌اش حالت سنتوریه که از بیرون هم نمای خیلی قشنگی داره.